سلام. از هیمنم خواستم در پلیلیستی که شروع کنه در مورد بیای گپ کنیم. از کلا 12 سال توی حوزه بعد اوی 12 سال تقریبا 3 سال کار بیای انجام دادم. 12 سال کار بیای و برنامه‌نویسی انجام دادم. در اوی حوزه تقریبا 6 سال من کار برنامه‌نویسی انجام دادم. بعد چون بیای 3 سال دو جاری وگره من حوزه برنامه‌نویسی الان برنامه‌نویسی کار دارم. گفتم حالا بعد کاری که انجام دادم کار پروژه مزن رو به دیتای پر مزن کار کنم. گفتم ای پلیلیستا در مورد که ما بیای گپ کنیم انشالله مفید بود. کلا حوزه دیتا حوزه که پر جذاب و پر رنده. البته به حوزه گله پوزیشن مختلف هست. پوزیشن هر کی جان در واقع ریل جدا خواهد. اما کلا تو کسی که کار دیتا انجام دادن اولا اینکه گر ذهنیت کار دیتا خواه گره فکری در مورد دیتا باید دیتا ناس بکن بزن آقا دیتا انجام داده اونا تشتنا خواه اونا مسئله ما خواه در مورد دیتا پس گره بزنه در مورد بیس دیتا بزنه خود دیتا چیه در مورد دیتا خواه بزنه بنا هر جان از اگر در مورد زمان اگر ترجیح زمان اگر برنامه‌نویسی حوزه دیتا پایتون آره فلان گره بهتره بزن اگر به دیتابیس RDBMS کار نکنه کلا در مورد TSQL زمان مربوط به دستورات SQL که بزن حالا TSQL بزن PSQL بزن اونا در مورد گره بزن کلا پوزیشن یه دیتا آنالیز یه دیتا ساینس اونا دیگه اول دارم بیشتر توضیح ندم چون هدف ما بوده که بیشتر رومپ بیای گپ کنیم در مورد بسیار دیتا انجینیر پوزیشن آمدشون آخوزم در مورد بیای آغازم گپ کنم بیای چه کنم بیای داستانه بیای که تو دیتا خرید دیتا چه نه در سایت آمازون خریده که پیپل دراف درجه در واقع مالپرک کتا داگری پرتوک دلگری هری درک مثلا هیک لگری اونا دیتا نده و ذخیره که کی چه کریه که چه کار انجام ده که مثلا اونا کار انجام مثلا واده کلا حوزه بیایم حوزه مثلا ویدیو دانه کی ویدیو دانه کی لایک کریه کی کامنت دانه اونا کل دیتا نه اونا دیتا رو در ذخیره اونده حالا درک مثلا به ارت اسکیل سرور ذخیره که در تکست ذخیره تکست ذخیره ارت منو اسکیل ذخیره در جور با جور ذخیره تو که با دیتا ها اغازی که تورک آماده کی چکی سا مدیرک سا منیجرک بعد بر اساس منیجر بر اساس تصمیم بگیره که ها مثلا وی سیاست رو در پیش بگیره وی کارا بکن سا مثلا سا وی کاری برنده درسته؟ پس ارو تو دیتا تو رند چهکی داشبورد چهکی مدیران منیجران اساسیات تصمیم استراتژیک دگرم کلا بیای کاری بسیار پوزیشن ماشین لرنینگ و پوزیشن دی بی ای خانه اونا بیا بزنه دیتا منو میمارد که اونا که اونا که پر دانش خواهد که بتونم بیا بزنه دیتا گاورمنت منیجر خانه ایسیان که بیگ دیتا انالیز خانه بنا گره بزنه خانه حوزه بیای هم خواستن کلا در مورد بیای گفتن گفتن بیای چیه از رو دیتا نا توش تک استخراج که قابل تصمیم گیری و سام مدیره پس من گفتم خب در مورد خود اول که بزنم بیای چیه خب در مورد دیتا خود کانسپت دیتا گپ بزنیم دیتابیس چیه مثلا در مورد فیلد گپ داریم کالم گپ داریم اونا گپ بزنیم چیه در مورد انبار داده بزنیم چیه کانسپت خود بیس بزنیم کی پی آی چیه که شاخصه کی پی آی چه مثلا فکر کنم خوازه بجن مثلا اگر 5 تا پرتوک فلان کس کردی کنار پرتوک ایدنجی کردی روی بعد پرتوک ایدنجی کردی حجم دراوه اقصا و آدم
رنده، آدم وفاداره، آدم مثلا در کار معخواه خواهد کسب کار معخواه با مشتری فداکاره و فرمول کسا یا تعداد خریده روی به اضافه تعداد خریده روی بعد بنا زانم کل دراوی و اگر بزرگتر و فلان با اینو با آدم وفادار با فرمول کرده و فرمول نجا KPI هر دپارتمان KPI خاص خواهد KPI نه تا مونو بیای کار و اساس KPI دی ریپورت شیه دی دیتا این چه دیتا استفاده و KPI چیه و اساس KPI دیتایی که لازمه KPI ستیسفای کنیم انجام بدیم چیه بعد دیتا آماده که و نهایت کاری انجام دادی. پس هم یه سری در مورد خود دیتابیس هم گپ بزنید. دستورات دیتابیس چیه، دیتا مدل خود دیتا مدل ثبت انبار داده و در مورد اونا که بزنید. در مورد خود اگه بخواستین ابزار داشبورد مثلا پاور بی آی انواع ابزار خواهد به این داشبورد شد که یکی اونا مثلا پاور بی آی یکم هم پاور بی آی کار نمی اما غیر تبولار های ابزار گلک ابزار دنشی هنوله هر ابزار زمان خواهد اما بودم زمان پایتون آرگر بزنیم بهتره که اما زمان رو بزنیم خیلی جلوی کسی کار دیتا انجام حالا هر پوزیشن ها اما غیروی اگر واسه پر بیر کار کنیم مثلا زمان دکس کرد بزنیم مثلا ارده هم که هن AES کار کنیم هم بیای مایکروسافت کار کنیم پس در مورد بیای مایکروسافت دیشن در مورد AES کار کنیم MDX که بزنیم خب در مورد خود ETL چیه انبار داده چیه اونو گفت دادیم دیتا در داخلی تمیز نگرجین در ایدنه و فرنده ETL ببینم به ابزار اگه انجام دادیم در مورد ابزاری یک اون ابزاری که استفاده کنم پیشتنی انشالله که مفید بود. در مورد کلا ذهنیت کار دیتایی یا ذهنیت کارت ذهنیت دیتایی بود اونا کسی که برنامه سر که خیلی متفاوت نسبت به کسی که کار دیتا انجام بده بزنه دیتا واقعی شکل کار که اونا وازنه بودم یک عمل زمان ما حالا ترجیح پایتون و آر اونا زمان مختلف دیتای آماده خواهم دیتای چیه تا شکل که اونا زمانانا یه سری کاری اصلا آنالیز انجام میده که راحت شکل به زمان بیای به زمان پایتون اونا کار انجام میده پس پایتون بزنه خیلی پایتون گله کتابخانه خواهد شکل بیام کتابخانه کار کنم خیلی رنده در مورد کلاد که بودم در چی دیگه بزن اونا کلا رول مپیه که یه سری توشتانا که اریجالا انشالله بقیه یاد داریم اما اونا کل دیژنیا ها کلی بوده اونا توشتانا هنم که یکی شروع کنی اول مفهوم کانسپت هنه بعد پروژه شروع کنی از های پروژه اونا کارانا چرا دیتابیس دیزاین کی اصلا دیتابیس چیه کالم چیه فیلد چیه دیتا رو اینسرت که اونا به هم انشالله به هم در مورد این گفت کردیم پس انشالله این پلیلیست ها در مورد بیای پیشه به هم گفت کنیم